پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این خطبه و حتی در آخرین لحظات نزع جان، در آخرین لحظاتی که روح خود را به جانان تسلیم میکند، این پیام او وقت هم تکرار میکنه که در مقابل زنها نیکوکار باشین، در مقابل زنها رفتار نیکو و شایسته داشته باشین، ظلم نکنین، تعدا نکنین، مانند کنیز و برده رفتار نکنین. در صورتی که اگر مرتکب جرم میشوند، اونها را زدنی که به شما اجازه داده شده در قرآن عظیم شان زدن غیر مبرح است، جای از اون و بانه، جایش نشکنه، جایش کبود نگرده. اگر به اون نشد، حکم تعیین بکنین از طرف خود، از طرف خانوادهش، یعنی تداوم زندگی در این حالت ناممکن است، باید فیصله بکنن، قناعت بدنش. این پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم واضح ساخت به این که چون در آیه مبارکه قرآن عظیم شان آمده اونها را در صورتی که تابعداری شما را نمیکنن اونها را بزنین. این واضح ساخت که زدنی نیست که مثل که شما برده و نوکرتان لط میکنین، زدن غیر مبرح باشه. یک پیام بزرگی است به خاطر از اینکه خانواده های اهل ایمان صمیمانه زندگی داشته باشند، پر از محبت زندگی داشته باشند. در احادیث دیگری رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این واضح ساخته، میفرماید اکرم النساء فوالله ما اکرمهن الا کریم ولا اهانهن الا لئیم. با خانمایتان رفتار نیکو و شایسته داشته باشین، اونا را احترام کنین، اونا را عزت بدین، به خاطری که اکرم النساء فوالله با الله قسم است ما اکرمهن الا کریم، کسی عزت و احترام نمیکنه خانم خدا مگری که او انسان با عزت و با احترام خودش می باشه، شخصیتش خوب می باشه. ولا اهانهن الا لئیم، و توهین نمیکنه به خانم خود مگر کسی که خودش شخصیت بد داشته باشه، یعنی شخصیت نیکو، رفتار خوب در خانواده خود داشته می باشه، خصوصا با خانم خود که همسایه همیشگی زندگی همجوارش است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دیگه جای می فرماید که بهترین شما کسی است که با محبت و با اخلاق نیکو در خانواده رفتار داشته باشد.